خواجه خضر، نوشته شاه منصور شاه مرزا، گوینده فردوس اعظم. خانه مقصود همصنفم 2 کوچه دورتر از منزل ما فاصله دارد. بیشتری روزها بعد جواب شدن از مکتب به نزدش می روم که همراه درس خوانم. مقصود اکثری وقتها در خانه همسایه‌شان آراستما کمپیر جامه دوزی دهه است که کسی ندارد و تمام کارهای روزگارش را همصنفم انجام می دهد. هر دو روی کت چوبین نشسته درس می خوانم و پیرزن گاه گاه نام مقصود را می گیرد که رشته‌اش را از چشم سوزن گذراند. در این فاصله پیرزن جامه را از روی زانو ها گرفته کنارش می ماند و برایمان افسانه می گوید. بعضا خاطره نقل می کند. هرچند من و مقصود اهل مطالعه بودیم ولی افسانه های او را در هیچ کتاب پیدا نمی کردیم. به خودم می گفتم حتما افسانه های آراستما در کتاب های نادری کتابخانه های شهرهای بزرگ محفوظند و شاید دسترس عموم نباشند. یکی از آرزوهای من در آن روزگار این بود که زودتر کلان شوم و آن کتابها را یافته خوانم. مثلا یکی از افسانه ها درباره دیوماهی بود که تا هنوز پیدایش نکردم. حالا فکر میکنم شاید آن بافته خیال خودش بود. نمیدانم. آن روز پیرزن درباره خواجه خضر نقل کرد. گفت که خضر پیغمبری ابد زنده است و هر انسان در عمرش 3 بار او را می‌بیند. ولی بیشتری آدمان وی را نمی‌شناسند و از کنارش می‌گذرند و می‌روند. هر کسی که او را دیده بشناسد و مراد و مقصدش را بخواهد خضر به او می‌دهد. پیرزن باز افزود که علامت دیگری حضرت خضر آن بوده که نر انگشت دست راستش استخوان ندارد و مثل دنبه گوسفند نرم است. شریکم را نمیدانم ولی من تا آن وقت نام خضر را نشنیده بودم. مقصود رشته را از سوراخ سوزن گذراند و به دست پیرزن داد و اکنون نه خیال درس خواندن داشتم و نه طاقت نشستن. به خانه برگشتم. خواهرم دنیا فلج مادرزاد است و از جای گذاشتم تکان نخورده بود. آفتاب رویش را می سوزاند و با قلم روی کاغذ چیزی می کشید. گربه رخش روی پایهایش می خوابید. دنیا را بغل کردم و به زیر سایه توت حولی آورده خوراکش دادم. حس میکنم هرچند اشتها دارد از بیم آنکه فربه شود و بردن و آوردنش برای من مشکل ایجاد کند زیاد نمیخورد. او که نوازش مادر ندیده است دلم برایش بسیار میسوزد. محزون است و مایوس. دمی که تابوت مادر آن مرغ عرشی را برداشتند 2 خواهرم در را داشته نمیگذاشتند تابوت را از خانه بیرون برند. دنیا آن زمان 1 ساله و در گهواره بود. با شیر زنان همسایه کلان شد. با او نگاه میکردم و همه هوش و ذهنم به خضر بود. میدیدم که پدرم وقتهای آخر بر رفتارهایم بیشتر دقت میکند و به من مشکوک است. یک روز که کتاب اندامشناسی را کشاده چشمم به صفحه های آن و ذهنم جای دیگر به خضر بند بود دیدم پدر بالای سرم ایستاده است. در سن و سال تو به سر من همچنین حالت پیش آمده بود. این یک جنون است. میگذرد. دفتر و کتابت را دان. تا دیپلم انستیتوت را نگیری و به من نشان ندهی زن پن نمیگیری. تمام. من که خودم نخواندم پشیمانم. نمیخواهم اشتباهی مرا تکرار کنی. اینقدر به قصه های عاشقانه کتاب ها باور نکن.
آنها را شاعرانی بیکار ساخته و بافته‌اند. حالا معلوم نیست دختری که هوش و خیالت را برده فرزند کی باشد. با سری خم حرفهای پدر را گوش میکردم و به دلم میگفتم کاش میدانست من در چه اندیشم. زن و عشق با اون مریضی خواهر در کجای ذهنی من جای میگرفت. پدر نمیدانست من در خیال خضر افتاده‌ام و شبها در کوچه گذر و بازارهای خوجند و مرو و نشاپور، سمرقند و بخارا و کابل دنبال خضر میکردم. همه جا ازدحام و منی سرگردان خضر را میجویم. سیماهای ناآشنا اکثرا مثل چهره‌های استادان قدیمی، چشمهای بادامی، ابروان پیوسته سیاه به صورت یک پرنده که در حال پرواز یا شکار بادام چشم است، بینی‌های کوچک و کشیده و ریش‌های کوتاه. آراستما بار گفته بود من سبزینه راز نگه دارم و بیشتر فکر و عقیده هایم را در دل پنهان میکنم و به دیگران نمیگویم. خوابهایم را هم به کسی نمیگفتم، ولی چه جای پنهان، مثل مجنون شده بودم. در خواب خود را به ملاقات خضر آماده می ساختم. من ثروت دنیایی نمیخواهم، فقط طلب دارم خواهر من با پای خودش راه گردد. هر بار به پایهای مثل روده دراز خواهرم نگاه میکردم 100 بار میمردم و از خدا میخواستم یا او را شفا دهد یا جان مرا گیرد که نبینم و نسوزم. ولی روزگار تا بوده کشنده است، آسمان بلند و زمین سخت. به مادری هم بلای دیگر است. از این غصه میمیرم که یک بار قدمهایش را روی چشمانم نگذاشت تا من بهشت را تماشا کنم. پدرم که در کارخانه روغن کار میکرد، بعدی در گذشت فرشته خانه مدت نگذشته یک روز همکار حسابدارش را به خانه آورد و بدون مقدمه این مادر شماها گفت و حضور مادرنده را به ما اعلام کرد. مادرندر مهر نداشت و حاضر نبود خواهر رنجورم را بالای و پایین کند. 2 خواهر دیگرم از پس این کار بر نمی آمدند و فقط در خوراکپزی یاریم می دادند و ناچار این بار بر دوش منی به قول پدرم مهنت روزی رحم دل افتاده بود. طبیبان گفتند خواهرم خوب نمی شود و تا آخر همین طور می ماند. پدر و مادرندر به کار رفتند و خواهرانم را در خانه گذاشتم و نزد مقصود رفتم که بهانه شود و از پیرزن سؤالهایم را بپرسم. 1000 پرسش در ذهنم میچرخید. خضر باز چه علامت دارد؟ آیا خود شما تا حالا او را دیده اید؟ بیشتر به صورت پیرمرد نورانی میان قد پیدا می شود. من خودم یک بار در همین جای نشستم، مشغول دوختن بودم که حضرت از روی حولی گذشتند. زبانم در دهانم خون شد تا از جا خیستم که رفتند، نصیبم نکرد. بسیار میخواستم دانم که پیرزن اگر خضر را میدید چه طلب میکرد. من در همین دنیای روشن چی دیدم؟ 2 دختر با امر تقدیر به جای دور شوهر کردند، مگر یگان عید شود و دیدنم بیاید. ها، از صاحب سر چیز ندیدم. جوان رفت و تنهایم گذاشت. اگر خضر را بینم فقط یک طلب دارم، یک طلب، برادرم را زنده و سلامت برگردانه. جنگ گرمان رفت و بر نگشت، خط و خبره نآمد. چند بار حکومت رفتم که گفتن اسیر دست نیمز هاست. باور دارم که ها آزاد شده و زنی نیمز گرفته و همان زن نمیگذارد بیاید. نخواد نصیبم نکند جامعه بنیتی او دوختم را در تنش بینم. یک روز نه،
یک روز بیخبر از در می درآید، روی همین حولی با همان خنده غلغله دار. زندگی با این سن و سال اندک مرا ملول و ناامید کرده است. خضر چگونه یک عمر بار زندگانی را می بردارد؟ عمر زیاد هم به نظرم ارزش ندارد. می گفتم با خود و از پیرزن دیگر سؤال نکردم. کمپیر به دانسته های ما همین را افزود که دیدن خضر به کسب و کار برکت می آورد. برای تصدیقی گفته‌اش شریف ماه را مثال آورد که گویا خضر را دیده بوده است. کمپیر افزود که همه ما یک یا دو گاو داریم. شریف ماه هم یک گاو دارد، ولی چون خضر را دیده همان یک گاو به اندازه 10 گاو به خانه‌اش برکت آورده است. چند خانواده بیمال دیه را مدام با شیر تامین میکرد. این که میگویند خضر زنده نظرت کند معنیش همین است، گفت پیرزن و به جامه دوزیش ادامه داد. دانشکده داروسازی را به پایان بردم. مرد با پسرش هر هفته گیاهای شفابخش کوهستان را در خلطه ها برایم می آورد و آنها را به چند عطاری تقسیم کرده کسب معاش می نمودم. دیگر به خانه پدری نمی رفتم. مادر اندر پزمان من نبود. خواهرانم هر دو شوهر کردند و رفتند. گاه پدر فکر میکنم از ترس وزیر جنگ گریخته پنهانی به دیدن من و خواهرم می آمد. کتابخانه های شهر را گشتم. افسانه های پیرزن را پیدا نکردم. خویش مادریم که مسافرتی دور و دراز به قزاقستان داشت به حال خواهر بیمارم رحم کرد و خانه 2 حجره‌ایش در گوشه شهر را در اختیار ما قرار داد که 4 سال تحصیل همونجا زندگی کردم. خواهر فلجم پیش من است. مویهایش سفید، چهرهش زهیر و غمزده و خیلی لاغر شده. هرچه سنگ است مال پای لنگ است. و وقتی بعد دنیا سرطان معده گرفت که پزشک مشهور معاینش کرد و فقط به سوی هر دوی ما نگریست و چیزی نگفت. نگاه رازآلودش هنوزم در یادم مانده است. برایش چرخ کرسی گرفتم. هر روز که به هواخوری می بردمش همسایه ها ما را می دیدند. از دلسوزی هر کدام توصیه می کرد و از شنیده و تجربهش می گفت. با اینکه پزشکان دردش را لاعلاج خواندند، اما دواجو به هر در می زند. با چشمه شفا، ریگی دوابخش، نزد فالبین و رمال هم بردمش. برایش تومار هم گرفتم ولی فایده نداشت. دستانش گل می آفریدند. با قفس از رنگ چنان نقاشی می کرد که به پندارم تصویرها زنده اند، جان دارند و همین حالا به جنبش می آیند. برخی نقش و نگارش مرا به یاد آثار ماندگار لورا نایت، نقاش معروف انگلیس می انداخت. با کارهایش به اندیشه وامی داشتم. ذهنم را درگیر می کرد. هرگز یادم نمی رود. روز تولدم کاغذ نقاشی را به دستم داد و گردنش را روی کتفم گذاشت و سخت گریست. در تمام حیاتم فقط همان روز شاهدی اشکهای تلخش بودم. 2 ظرف آب کشیده بود. یکی بزرگ و دیگری کوچک از جنس شیشه. در ظرف بزرگ ماهی کوچکی تنها با فراغ بال شنا داشت و در ظرف خرد ماهی بزرگ نمی توانست از جایش جنبد. پیام نقاشیش را نفهمیدم و از او هم نپرسیدم. شاید ماجراهای روزگار را میخواست به من گوشزد کند که هیچ چیز در جای خودش نیست. به هر صورت آن را به استای دوریدگری کوچه دادم که درون قاب گیردش و هنوز هم بالای میزم آویزان است. روزگار را گاه نفرین میکردم
که با این حسن رسا و استعداد نادر چرا با او اینقدر ستم روا می‌بیند؟ گاه با خداوند بخشاید مرا می ستیزیدم. کوتاه‌تر از ما دیوار پیدا نکردی؟ خبر رسید پیرزن آرزوی دیدار برادر را به خاک برده و به مقصود وصیت کرده که اگر برادرش بیاید جامه را بر تن او پوشاند. برادر هرگز نآمد. آراستما خانه اش را هم قبل از وفات به مقصود بخشید. این خبر مرا به یاد مقصود بود. به خاطر آوردم که وقت صنف 7 می‌خواندیم دیرکتور مکتب در بین مکتب بچه‌ها به بیرون کشیدش و گفت طلبه مکتب سوویتی نباید کلان سالان را به حرمتی کند. مقصود سرخ و سفید شد و فقط طرف من نگاه کرد. قصه اینطور بود که یک روز همسنفم در کوچه پیرمرد را می‌بیند. با گمان آنکه خیز باشد سلام داده انگشتی دست راستش را می‌پلماسد و از بسکی پیرمرد فربه بوده است به نظر همسنفم انگشت مرد به استخوان می‌نماید. اصرار می‌کند که نصیبم را ده. موی سفید عصبانی شده دستش را می‌کشد. مقصود دوباره دستش را می‌گیرد که پیرمرد و گمان آنکه مسخره‌اش می‌کند به او دشنام می‌دهد. مقصود هم با حقارت پاسخ می‌گوید و همین وقت رحیم همسایه‌شان از ماجرا با خبر می‌شود. ای بی عقل، این کس ملا رحیم از دهه همسایه از دیروز خرشان گم شده است و آن را می‌جویند. می‌گوید و هر دو را جدا می‌سازد. موی سفید به نزد مدیر مکتب رفته از او شکایت می‌کند. انگیزه دیدار خیز آخرین امید در ذهنم کمرنگ می‌شد. دست و دلم را شستم. گاه اندیشیدم که آدمان شاید او را برای تسلی خاطر و آرامش خود بافته و ساختند. اما شاید 2 ماه پس از این اندیشه ها 2 شب پی در پی موی سفید نورانی را به خواب دیدم که در بازار بخارا دستمال سفید در دست به سویم تبسم می‌کند. به محض اینکه نر انگشتش را پلماسیدم و حس کردم نرم است یک باره از خواب بیدار شدم. شاید خیز باشد؟ خواب پیغام خداست. نیز گویند که از این ستون به آن ستون فرجه هست. کوششی بیهوده به از خفتگی. گفتم و نیتم را برای بار اول به دنیا اظهار داشتم. نگاه معصومش را از من گریزان و چیزی نگفت. خواهر بزرگم دریا را به خانه دعوت کرده دنیای دردمند را به وی سپردم که تا بازگشتنم او را نگاه بین کند. به بخارا مثل باد خود را به این شهر رساندم. 3-4 هفته آنجا ماندم و از صبح تا بسته شدن بازار منتظر ظهور موی سفید بودم تا اینکه بله خودش بود. گوشه بازار در دست دستمال سفید با همان تبسم ملح که در خواب دیده بودم. نفسم را بند کرده از میان ازدحام به نزدش می دویدم که دنیا میسرم شد. پایهایم گویا محکم به زمین چسبیده بودند. خودم را به سویش کشیدم. آره خودش بود. انگشتش مثل ابریشم نرم. برعکس انتظار زبانم لال نبود و حرفها را شمرده گفتم نصیبم را دهید خواهرم شفا یابد. پیرمرد یعنی حضرت خیز با رحم نگاهم کرد و پرسید کدام خواهرت را؟ طلبی دیگری کن. و همین که دستش را رها نمودم از میان ازدحام غیب زد. با مقصدم رسیده بودم. بخارای شریف را ترک کردم. به نظرم ثانیه ها به اندازه 1 روز طول می کشیدند و راه 1 روز 100 سال را می ماند. بطه خار بالای در خانه را عنکبوت ها در انحصار داشتند. با دست لرزان در خانه را زدم. صدایی نبود. در را سخت‌تر کوفتم. همسایه معلمم از صدای در زدن بیرون آمد.
دلتان گنده نشود. خواهرتان بندگی کرد. هفته پیش پدرتان برده دفن کردند. گویا آسمان بر سرم فرود آمد و با کوه اندوه روی زینه نشستم. آن لحظه بدبختر از من در عالم کسی نبود. همسایه دلداریم میداد. جنبیدن لبهایش را می دیدم ولی گوشهایم قفل بودند. در را باز کردم و وارد خانه شدم که گیاهای شفابخشی برای خواهرم خریده را گذارم. در و دیوار فریاد می کشید. به دادار یکتا روی آوردم. خدا باشم و منتظر مانم تا بنده طلب کند. چرخ کرسی میان خانه خالی و دنیا مرا برای همیشه ترک کرده بود. روی میز تومار گردن و آخرین نقاشیش را دیدم. موی سفید با لبخند دلنشین که دندانهایش مثل صدف می درخشیدند.